دو یک. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. من نادیام، به کانال من خیلی خوش اومدید. بعد یه مدت خیلی طولانی من دوباره برگشتم و قراره که با هم اینجا ویدیوهای خوبی داشته باشیم از آشپزی و کارهای دیگه. امیدوارم که دوست داشته باشیم و منو دنبال کنید. خب به آشپزخونه من، یعنی به آشپزخونه خودتون خیلی خوش اومدید. من امروز قراره که مربای انجیر درست کنم. البته خیلی کمه. این انجیر رو داشتم، گفتم که تو یخچال خراب میشه دیگه. امروز به ذهنم زد که مرباش کنم. حالا برای آماده سازیش با من همراه باشید. برای مربای انجیر اول نیاز داریم که انجیرامونو به وسیله خلال دندون سوراخشون کنیم که وقتی تو شهد میذاریم شهد شکر مربا قشنگ به خورد این انجیرا بره. پس روی هر انجیری چند تا سوراخ میزنیم. به هر کدوم از این انجیرا سعی میکنیم که چند تا سوراخ بزنیم که موقع پخت راحت تر شهد رو به خودش جذب کنه. خب این قسمت انجیرا رو من با خل دندون سوراخشون کردم. بعد بریم که تو قابلمه‌ای که آب و شکر گذاشتم و بعد خودش داره قله ریز میزنه، بریم انجیرا رو بهش اضافه کنیم. چون که انجیر من کم بود، من توی این لیوان دسته‌دار، ولی لیوان دسته‌دار معمولی نیست، خورده از معمولی ها بزرگتره، توی این تقریبا 2 پیمونه 2 تا لیوان شکر اضافه کردم. شکر ریختم، به آبی که در حال جوشه اضافه کردم. یه خورده آب و شکر جوشید و شکر داخلش کلا حل شد. حالا میخوام انجیرامو هم بهش اضافه کنم. خب انجیرا رو به قابلمه‌ای که داره میجوشه اضافه میکنم. خب اینو میذاریم بپزه. هل ریختم توی این هلم هم بکونم که برای مربا خب بریزم تو مربا. یه خورده هل با زعفران دم شده.
اذان داره میگه. صدای اذان یه ذره زیادش میکنی؟ عاشق صدای اذانم. همیشه که صداش میاد دوست دارم. باید همیشه صداشو بشنوم. تو خونه ما وقتی که موزیک گوش میدیم، ولی زمانی که اذان بگه صدای اذان باید بیاد. موزیک رو قطع میکنیم، صدای اذان رو بشنویم. خب برم سراغ مربا. شام می‌خواستم شام لوبیا پلو درست کنم، اما فرشید بهم گفتش که من حوس سیب زمینی پخته کردم. سیب زمینی آب پز. سیب زمینی آب پز رو اینجوری درست میکنه، یعنی خود دم کار خودش هم هست. این مدلی دوست داره. این مدلی درست میکنه که سیب زمینی آب پز میکنه، سوسیس رو سرخ میکنه، با یه خوردن پنیر پارمزان روش میریزه و اینا رو میذاره. سیب زمینی آزی، سوسیس سرخ شده روش، یه ذره پنیر پارمزان. حالا حواسی یه غذای حاضری اینطوری کرده. بگم من خواستم امشب لوبیا پلو درست کنم، اما دیگه به خاطر همین برای سیب زمینی آب پز گذاشتم. بچه‌ها جون، مربای من در حال درست شدنه. حالا این کفای روشم باید بگیرم. خب مربام که در حال درست شدنه، میخوام یه چایی هم دم کنم. یه چایی دم کنم، یه قوری هم بیارم.
بعدش که تموم شد ردی که رو قهوه میفته خیلی تمیز روش نوشته بود قهوه. عزیزم چه جالب. قشنگ بود. در سایر شهرها به واسطه مراسماتی که به مناسبت میلاد هلیا جون ببین چی بافته. اوه این چقدر نازه. این چیه؟ جدی چه خوشگله. قربونه اون ناخونات. خاله دارم موتیف میبافم. خیلی قشنگه آفرین. اینا مامان جون بافته؟ آره الان میخوای بس کردن شروع کنی. و این خیلی بامزه است. اینم بامزه است. بفرمایید انگور. مرسی. 2 1